با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت با رحم. السلام علیکم تماشاگران عزیز و تماشاگران شبکه کاروان عمر. از شما خواهش میکنم قصه ما را تا آخر خوب گوش کنید و بعدا فکری خود را حتما در زیر کامنتاری نویسید. در یک مراسم 3-4 نفر از هر سو صحبت میکردند. مرد به دوستش گفت: دوستم، شنیدم که دخترت را به شوهر داده ای. اکنون فکر میکنم پسرت را نیز اویلادار میکنی. این مرد جواب داد: نه، پسرم باز 3 سال باید خواند. در این طرف معمای جا هم هست. میدانی که مادرم 90 سال دارد. خدا میداند که باز چند سال عمر میبیند. برای همین صبر میکنم. وقتی این کمپیر از دنیا گذشت، بعداً کلین را بر خانه کمپیر میفرارم گفت. از شنیدن این سخنها در حیرت افتاد. بعد از وفات کردن مادرش توی میکند. چه خیلی آخر سالش از 50 گذشته است. مردی با معلومات عالی، دنیا دیده است. چرا چنین سخن را برایش مقصر دانست و همین خیل در فکر فرو رفت. همه در حیرت و چیزی گفته نتوانستند. بعد از این سخنها این را بینید که در همین خاندان بعد از 3 سال توی شد. کلین نو به خانه کمپیر نه، بلکه به خانه خسور فراورده شد. زیرا 1 سال پیش با سبب بیماری دل وفات کردن پسرش، کمپیر نبیره اش را خانه‌دار کرد و به خانه پسری وفات کرده اش فراورده بود.